یکی از مشکلاتی که هنگام ساخت ویدیوهای سریالی، انیمیشن ها یا ویدیوهای تبلیغات با هوش مصنوعی داریم اینه که شخصیت یا محصول مورد نظر ما توی تمام ویدیوها یکسان نیست و عملاً در آخر یک ویدیوی نامنسجم و ناپیوسته داریم. توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور رشته ویدیوهایی بسازیم که همگی یه شخصیت ثابت یا یک سوژه ثابت دارن. سلام، من فائزه هستم و اینجا کانال هوش معلمه. چون که من معلمم و ابزارهای هوش مصنوعی را آموزش میدم، اگه دوست داری ابزارهای هوش مصنوعی رو خیلی ساده، روان و کاربردی یاد بگیری، حتما توی کانال سابسکرایب کن و با من همراه باش. توی آموزش قبلی که روش ساخت ویدیو با هوش مصنوعی هایلو رو بهتون آموزش دادم، فهمیدیم که با این هوش مصنوعی میتونیم به 3 روش ویدیو بسازیم. یکی از این روش ها سابجکت رفرنس بود که به معنای ساخت ویدیو بر اساس یک شخصیت یا یک سوژه ثابت بود. توی این ویدیو قرار خیلی مفصل به این مورد بپردازیم. اما قبل از هر چیز، اگر تا حالا با هوش مصنوعی هایلو کار نکردید و روش کار باهاش رو بلد نیستید، بهتون پیشنهاد میکنم به لینکی که این بالا براتون میذارم ضربه بزنید، چون این لینک حاوی ویدیوی قبلی هستش که روش کار با هوش مصنوعی هایلو رو کاملا توش توضیح دادم. این کار باعث میشه که شما یک آشنایی اولیه از هایلو داشته باشید و توی این ویدیو سردرگم نباشید. کاربردهای بخش سابجکت رفرنس خیلی جالب و متنوع هستند. اولین کاربردی که داره حفظ چهره یا ظاهر کاراکتر هستش. یعنی شما میای چند تا ویدیوی مختلف توی مکانهای مختلف اما با یک شخصیت ثابت میسازی. مثلا میای آقای مهران مدیری رو هم توی خیابان میسازی، هم توی استخر میسازی، هم توی مدرسه، هم توی جنگل. یعنی شخصیت ثابته اما مکانها فرق میکنه. کاربرد دوم طراحی ویدیو بر اساس یک شیء خاص هستش. این زمانی مفیده که پروژه‌ای داشته باشیم که بخواد روی یک شیء خاص تمرکز داشته باشه، مثل ماشین، حیوان خانگی یا مثلا یه مجسمه خاص. به عنوان مثال شما میتونید ویدیوهای کوتاهی از گربه خودت توی مکانهای فانتزی و تاریخی بسازی. کاربرد سوم ادامه دادن ویدیوها به صورت سریالی هستش. یعنی شما میتونید ویدیوهای سریالی یا انیمیشن داستانی بسازی. زمانی که شما بخوای یه رشته ویدیوی سریالی یا مثلا انیمیشن داستانی بسازی، باید توی این سریال و انیمیشن داستانی چهره شخصیت اصلی توی همه ویدیوها یکسان باشه. برای این یکسان بودن چهره توی همه ویدیوها ما باید از این بخش استفاده کنیم. کاربرد چهارم تبلیغات و مارکتینگ هستش. شما میتونید ویدیوهای متنوع در مورد یک محصول خاص بسازی. اگر برای یه محصول تبلیغ میسازی، میتونی عکس محصول رو بدی تا اون رو در ویدیوهای متنوع، مکانهای متنوع و سناریوهای متنوع بسازه. مثلا میتونی یه گوشی موبایل رو هم توی ساحل بسازی، هم توی یه شهر مدرن و هم توی یه کهکشان به نمایش بدی. کاربرد پنجم بازسازی چهره‌های تاریخی و هنری هستش. شما میتونید سناریوها و ویدیوهای مختلف در مورد اون فرد بسازید. مثلا میتونید با عکس یه شخصیت معروف یا تاریخی ویدیوهایی بسازی که انگار اون فرد در دنیای امروز با سناریوهای متفاوت حضور داره. مثلا میتونید انیشتین رو در حال قدم زدن توی تهران بسازی. فرض کنید که من میخوام یک انیمیشن داستانی بسازم و برای ساختن این انیمیشن داستانی نیاز دارم که چهره کاراکترم توی همه ویدیوهایی که قرار تبدیل به انیمیشن بشن یکسان باشه. در نتیجه روی گزینه Add Reference Character کلیک میکنم و وارد گالری یا سیستمم میشم و عکس اون کاراکترم رو اینجا آپلود میکنم. بعد از اینکه آپلود شد، اگر دقت کنید اومد چهره کاراکتر رو تشخیص داد و توی این مربع کوچیک انداخت. یعنی من این چهره رو توی همه ویدیوها حفظ میکنم. روی گزینه کانفرم کلیک میکنم تا این چهره تثبیت بشه. در این کار به من گفته ویدیویی که در مورد این کاراکتر میخوای بسازی رو توصیف کن. خب من فقط میخوام یه پرامپت ساده بهش بدم و بهش بگم
که این پسر بچه در حال بازی کردن در جنگل باشه. با استفاده از گوگل ترجمه این کار رو انجام دادم. روی گزینه کپی کلیک میکنم و میام اینجا پیستش میکنم. بعد روی این گزینه کلیک میکنم تا ویدیو ساخته بشه. به ویدیویی که برام ساخته دقت کنید. دقیقاً همون پسر بچه با همون چهره و ظاهر رو توی ویدیویی ساخته که در حال بازی کردن توی جنگل هستش. البته پرامپتی که من بهش دادم خیلی پرامپت ساده و کوتاهی بود. شما برای اینکه لباسش هم حتی توی ویدیوهای بعدی یکسان باشه باید لباسش رو توصیف کنید. یعنی اینکه این هوش مصنوعی فقط میاد چهره فرد رو در نظر میگیره و توی بقیه ویدیوها اونو یکسان نگه میداره. شما اگر میخواید لباسش هم توی همه ویدیوهاتون یکسان باشه یا اصلا یه لباسی که مد نظر خودتون داشته باشه باید لباسش رو هم توصیف کنید. مثلا پیراهن آبی، شلوار مشکی، کفش قهوه‌ای، همه اینها رو توصیف کنید. بعد اینکه میتونید نحوه بازی کردنش و نحوه انجام کارش توی جنگل رو هم توصیف کنید. من صرفا گفتم بازی کردن در جنگل. شما میتونستید بگید در حال بازی کردن با دوستاش توی جنگل یا اینکه در حال دویدن در جنگل. من صرفا برای اینکه به شما نشون بدم که همچین چیزی میشه ساخت یک پرامپت ساده و بسیار کوتاه دادم و بهش گفتم که فقط توی جنگل بازی کنه. جزئیات ویدیو رو اصلا براش مشخص نکردم. اگر میخواستید ویدیو رو توی گالری این هوش مصنوعی ذخیره کنید و همیشه داشته باشید باید روی این علامت سیو کلیک کنید و طبق چیزی که توی ویدیوی اول بهتون گفتم در صفحه اصلی سایت گزینه گالری رو میزنید و ویدیوهایی که سیو کردید اونجا قرار میگیره. اگر ویدیو رو سیو نکنید در قسمت گالری قرار نمیگیره. دوباره میخوام یک پرامپت دیگه بهش بدم و این بار میخوام بهش بگم که این پسر بچه در حال درس خواندن در کلاس باشه. با استفاده از گوگل ترجمه اینو ترجمه کردم، اونو کپی میکنم و اینجا میام پیستش میکنم و دوباره این گزینه رو کلیک میکنم تا برام بسازه. به ویدیویی که برام ساخته دقت کنید. این پسر بچه در کلاس درس در حال درس خواندن هستش و دانش آموزهای دیگه هم داره نشون میده. از این نظر که تونسته دقیقاً همون کاراکتر رو بازسازی کنه و توی کلاس درس بشونه واقعاً عالی عمل کرده. اما اگر توجه کنید دقیقاً یه فرقی با ویدیوی قبل داره. با اینکه عکسی که من بارگذاری کرده بودم حالت کارتونی سه‌بعدی داشت و توی ویدیوی قبلی هم این حالت رو حفظ کرده بود، توی این ویدیو اصلاً اون حالت رو حفظ نکرده و یک ویدیویی در دنیای واقعی به من تحویل داده. دقیقاً میخواستم به همین نکته برسیم که شما حتما باید توی پرامپتتون مشخص کنید که ویدیو چه سبکی داشته باشه. من اینجا مشخص نکردم برای اینکه دقیقاً خود شما ببینید که اگر سبک ویدیوتون رو مشخص نکنید اون هر جور که خودش دلش بخواد و به صورت تصادفی یه سبک هنری خاصی برای ویدیو قرار میده. پس اگر میخواید سبک هنری ویدیوهاتون توی همه ویدیوها یکسان باشه حتما باید توی پرامپتتون سبک هنری ویدیو رو مشخص کنید. یعنی اینکه اینجا حتما توی پرامپتمون باید میگفتیم که سبک ویدیو سبک کارتونی سه‌بعدی باشه تا دقیقاً مشابه با ویدیوی قبلی بشه. هرچند اگر میخواستید که از حالت کارتون خارج بشه باید بنویسید که مثلا ویدیو به صورت واقعی باشه یا سبک سینمایی داشته باشه. مهم اینه که شما توی پرامپتایی که میدید تا یک انیمیشن یا یک ویدیو سریالی بسازید حتما باید سبک رو توی همه پرامپت ها یه سبک خاص بنویسید تا بتونید که این ویدیوها رو در نهایت به هم پیوند بدین و یک ویدیوی سریالی معنادار داشته باشید. این بار دوباره میخوام یک پرامپت جدید بدم و پرامپتم هم اینه: این پسر بچه در حال غذا خوردن در آشپزخانه، سبک کارتونی سه‌بعدی، سایز 9:16. یعنی هم اومدم سبک رو مشخص کردم و هم سایز رو مشخص کردم. روی کپی کلیک میکنم و میام اینجا اونو پیست میکنم. بعد این گزینه رو روش کلیک میکنم و منتظر میشم تا برام ویدیو رو بسازه. به ویدیویی که ساخته دقت کنید.
دقیقاً همون سبک، یعنی سبک کارتونی سه‌بعدی رو رعایت کرده. همون پسر بچه با همون صورت در آشپزخانه در حال غذا خوردن هستش، اما یه چیزی رو نتونسته رعایت کنه، سایز. من گفته بودم سایز 9/16 یعنی اینکه مستطیل عمودی برام بساز، اما سایزی که ساخته 16:9 هستش، یعنی مستطیل افقی. پس ویدیوهایی که بخش سابجکت رفرنس میسازه همگی به صورت مستطیل افقی هستن. ساخت ویدیو بر اساس یک شخصیت ثابت با هوش مصنوعی هایلو همینجا به پایان میرسه. اگر این ویدیو و این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید. کامنت شما به من انرژی میده که بتونم ویدیوهای بیشتری بسازم. راستی ما یک گروه رفع اشکال هوش مصنوعی هم توی تلگرام و ایتا داریم که اگر دوست داشتید عضو بشید حتما توی کامنت ها بهم اطلاع بدید تا شما رو عضو کنم. تا ویدیوی بعدی شاد باشید.